یک زندگی نامه خوندم از شاه دوم و گفته بود، ساده کرده بود نویسنده که شاه اول به اصطلاح زرنگتر بود و خیلی قاطعانه تر تصمیم میگرفت، ولی شاه دوم در واقع یک ژن تضعیف شده اون بود و نمیتونست تصمیم بگیره. وقتی که دولت انگلستان و سیا میخواستن اون رو برگردونن، میخواست بره مثلا فرانسه، جنوب فرانسه زندگیشو بکنه. حالا به سومین به اصطلاح شاه رسیدیم و این ژن تضعیف شده. این پسر چی کار کرده برای اینکه صلاحیت داشته باشه که حتی شهر نیویورک رو بتونه اداره کنه؟ من نمیتونم چنین تصوری کنم. این حتی نباید یک شرکت معمولی رو، شرکت بهداشتی معمولی رو اداره کنه. هیچ موقع کار نکرده توی عمرش، همش از ناز و نعمت برخوردار بوده.